سیمبادی جهان گردم. با مقصد عملی نمودن امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره برگزار کردن آزمون جمهوری تاجیکستان وطنی عزیز من در شهر و نواحی ولایت ختلان بابت در سطح بلند تشکیلی و ایجادی گذرانیدن آن تدبیرهای ثمره بخش اندیشیده یک قسمت هنرمندان از شهر و ناحیه‌های منطقه باختر هنر و مهارت خود را پیشکش هواداران صوت نوا گردانیدند. از جمله ناحیه‌های بخش و کوشانیان، دوستی و جلال‌الدین بلخی، قبادیان شهر توس، ناحیه ناصر خسرو و جیهون، شهرهای لیوکند و نورک و باختر مهارت خود را پیشکش حکمان و هواداران صنعت موسیقی گردانیدند. رفت آزمون نشان داد که هنوز هم هستند کمبودی و نارسایی‌ها در کار کارمندان شعبه‌های فرهنگ که آنها تحلیل و دستگیری مقامات ناحیه‌ها را تقاضا می‌نمایند. نامیناسیون رسمی و دیزاینری باید امروز قید کنم که یگانه نظامنامه هست. حالا هم این نظامنامه رعایت نمی‌شود. بسیار خواهش می‌کردم که در ناحیه‌هایی که در همین آزمون اشتراک میکنند در علل خصوص در ژانر رسمی و دیزاین همین مفهومی آزمون رسم کشی بچگانه رو از این آزمون جمهوریوی فرق کنند و در اینجا به طور کانکریتی گفته شده است که هر یک اشتراکچی یک اثر پیشنهاد میکند. همون هم حجمش معلوم است 50 به 60 60 به 70 80 به 100 و مانند اینها که آن در چارچوبه معین آرایش داده شده و با اسکیزهایش باید باشد. باید خاطررسان نمود که برگزار کردن این آزمون و هدف آن دریافت استعدادهای نو در ساحه صنعت موسیقی و آوازخوانی، صنعت تصویری و دیزاین، بلند برداشتن مهارت کسبی و زیبایی پرستی، تقویت هنر بلند اجرا کنندگی، تبلیغ و تشویق هنرهای مردمی می باشد. همزمان توسط این آزمون احیا و معرفی فرهنگ والای مردم تاجیک، احترام و ارزش‌گذاری با سنت‌های نیک اجدادی، ایجاد اثرهای نوی موسیقی و اثرهای رسمی در نظر داشته شده است. با قول کارشناسان در این آزمون نویگری و دستاوردها خیلی زیاد به چشم می‌رسند. از جمله اسباب‌های موسیقی قدیمی چنگ و رباب، لبچنگ، دف و نای و دیگر اسباب‌های ضربی، غژک و دوتار و سیتار می‌باشند. در نامیناسیون نوازندگی در ژانر عنعنوی یعنی در نواختن اسباب‌های خلقی چیزی که ما در ناحیه‌های ناصر خسرو و قبادیان شاهد گردیم نوازندگان خردسال اسباب ملی لبچنگ را دیدیم و همین اسباب هم چیزی که گویم سالهای آخر از میان رفته ایستاده است. گویم هم خطا نمیکنیم و علاوه بر این نوازندگان اسباب‌های ملی چنگ، قانون و همچنین اسباب‌های خلقی من رباب، غژک تاجیکی و اینچنین دایره که ما سالهای اول دایره‌چی‌های داشتیم که سری دست می‌نواختند. آزمون از روی نامیناسی‌های زیرین آهنگسازی، بسته‌کاری، سرایندگی میان اشتراکداران از 12 تا 17 ساله، سرایندگی میان از 18 تا 35 ساله، نوازندگی میان همین سن و سال‌ها، صنعت تصویری، نمونه دیزاین که در این نامیناسیا ژانر دیزاین گرافیکی، رکلام، آرایش داخلی بنا و معماری منظروی و در ژانر مد لباس و بافندگی بدیعی در نظر داشته شده بود. در این نامیناسی‌ها اشتراک فعالانه هواداران صنعت به خوبی احساس می‌گردید. در حقیقت این آزمون می‌تواند چهره‌های نوی صنعت را کشف نماید، زیرا موافق تقاضای زمان و تحولات جهانی معاصر هر یک خلق و ملت در برابر پیشروی باید از فرهنگ نیاگان خود دفاع نماید، آنها را رشد بخشد و با دید نو و طرح تازه به عالمیان پیشکش نماید. صنعت موسیقی مردم تاجیک بس رنگین بوده، در آن ژانرهای گوناگون موسیقی را دیدن ممکن است. مضمون و محتوای اثرهای پیشنهاد گردیده با آزمون ترنم خدمت‌های شایان شخصیت‌های برجسته خلق تاجیک، دستاوردهای زمان استقلال دولتی، ارج گذاشتن به عنعنه‌های ملی و میراث پرقناوت نیاگان، طبیعت زیبا منظر تاجیکستان و احیا نمودن هنرهای مردمی را در بر می‌گرفتند. در همه نامیناسی‌ها اثرهای تازه ایجاد آهنگسازان و بسته‌کاران، رسامان و دیزاینرها، اثرها از آثار بهترین موسیقی کلاسیکی و عنعنوی، هنرهای مردمی وطنی و جهانی در ژانرهای موسیقی عنعنوی، اکادمی و استرادی پیشنهاد گردیدند. این شهادت باز هم گسترش و عمومی گردیدن آزمون تاجیکستان وطنی عزیز من را میان ساکنان ولایت ختلان بازگو می‌کرد. حسن زاده گلیزاد، دلیل شریف، نمازلی ارگش، اخبار.